دوست عزیز شاید سریال دیده باشین، سعی کنم اون صحنه سریال همه پیش میرن. چطور هستی؟ چقدر خوب که از من پرسان میگه چطور هستی؟ در اونجا خط میکردی؟ وا خو دیگه چی میگه، منفی بودی نمیشد که تو گپ زدم تو عجیب غریب سعی میکنم. سلام برسه، امیدوارم که صحت سلامت باشین، خوب خوش باشین دیگه. همگی جمعشان جمع است، سکانس ها جریان داره دیگه. سریال دیدین که اینا چقدر نوجوان هستن. یه همکار سابق ما بسیار نوجوان است، کلشان مادرش کلش نوجوان است. دیگه تو سینق دخترک چیم دختر بودی اندازی خودت یکی را پیدا میکردی چی ده؟ خب ما چیز نگم دیگه. ما چیز نگم دیگه. نگم. نو کامنت. خب هاشمی صاحب از اونجا برشان پاس میداد. هاشمی صاحب خیلی طرف بیم اون طرف زیاد بیروبار است. سلام هاشمی صاحب، خوب هستی؟ سلام، شکر فضل خداوند. شما خوب هستید؟ تشکر، زنده باشین. همگی مثلا برنامه را داری پیش بردیم به خاطر که بینده زیادتر پشتون میبینن. څنګه خلک چې ما ته پښتو خبرې وکړو؟ پښتو به سره خبرې کوو. سال لري طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله د خدای فضل دی. دا د سریال هم ورو ورو په ختمېدو ده، نو کتونکو به لیدلی وي. دغه لیلا سریال ستا په نظر څنګه و؟ دا خو ډیر یو داسې یو سریال و چې په مخکې په افغانستان سینما کې داسې یو سریال نه و راغلی لکه تا غوندې ستوري خموش صاحب غوندې او ارشاد ورور غوندې. پښتو مې له اردو سره ګډوډه شوې ده. مشکل نشته، د اکثر اردو ژبې خلک ګوري، پښتانه مطلب په افغانستان لره بر ټول خلک ګوري، نو په دې وجه نه خوړل کېږي. ماشاءالله ډیر ښه سریال و، ماته خو ډیر یو خواږه تجربه و. انشاءالله چې راتلونکي کې هم داسې کارونه نوري صاحب ولري او موږ به ورسره کار وکړو. ممنونم. خب خیر، میایم داری صحبت میکنیم. هاشمی صاحب وقتی که می سریال لیلا ثبت میشد آیا موقع باوری بودین که یک سریال فوق العاده عالی جور میشه یا نه؟ من خو یقین داشتم که وقتی مرد ستاره ساز سینمای افغانستان تصمیم بگیره که یک کار انجام بده و کار حتما خوب میباشه، اما جایی که واقعا من متعجب شدم، حیرت زده شدم، جایی بود که تمثیل یک برادر و خواهر بسیار قوی دیدم. تمثیل لالا ارشاد و تمثیل نگین جان، لاله و اون خوراک خودم هم از جو سعید دارم دیدم. باورم به این شد که این سریال حتما مورد پسند مردم افغانستان قرار میگیره و مردم افغانستان ایره میبینن و تشویق میکنن تمام همکارا را. و خواهر خودم سنا جان همراه من هم بازی است دیگه. بسیار خوب. به خاطر که هاشمی صاحب گفت فعلا در پاکستان وضعیت بسیار زیاد خراب است، امی عالم دیگه پیشتر هم پلیس آمده بود نیم. در این شرایط سخت ما تانستیم که یک سریال به خوبی به خوشی نمت جور کنیم که شما هم بینده بود. امرای ارشاد جان پیشتر صحبت کردم، ادامه داره تمام نشده به خوشی خلاص شود جریان شوتینگا. به دلیل از اینکه واقعا ما قبلا هم گفتیم، حالا میگم در این شرایط هاشمی صاحب بیرون برآمدن از خانه خودش تابوشکن نیست، چه برسه به اینکه هم بیرون برای و هم اثر هنری یا سینمایی را ثبت بکنی دیگه. تایید هم شاد باش میگم برای نوری صاحب، برای هاشمی صاحب که واقعا زیاد زحمت کشیدن و با تمام تیم انشالله و برایشان موفقیت هم میخوایم برای همگی که تا ختم می رقم پر انرژی باشن و این شرایط سخت را به خوبی سپری بکنیم و پروژه بالاخره تکمیل شود. تشکر. هاشمی صاحب خود چطور علاقمند شدی که بیایی وارد سینما شوی و در سریال نقش هم داشته باشی؟ چی شد؟ من خو علاقمند سینما بودم، اما اینکه بیایم در سریال نقش بازی کنم از علتش کمبود آدم بود. یک مقدار آدمایی که برای سریال مهاجر نیاز بود، یک نفر کمبود شد. باز نوری صاحب مرا گفت بیا میگه خودت نقش بازی کن. گفتم درست است. حالا هر جایی که یک نقش کمبود گیرشان بیایم من میایم. نقش کریم جان یا هاشمی صاحب فوق العاده بود. و هاشمی صاحب یک گپ بگوین، در می سریال لیلا که نقش داشتیم کدام صحنه به شما بسیار جالب بود که زیاد خنده کردیم؟ یک صحنه که خالم بود، خاله فاطمه. مسئلت نخوری. یک صحنه همراه فاطمه خوار بود. من از تمامتان من حیث یک همکارتان، یک برادرتان تشکر میکنم که در این روزهای سخت
آمدین به ویژه خودت که از پشاور میایی و اینجا شرایط بسیار سخت تحمل میکنی. تشکر میکنم. باز فاطمه خموش ضمن از که خواهرم است، باز رفیقم هم است. ما یک رفاقت بسیار خاص و دوستانگی خاص داریم دیگه. حال دی سریال خالم است. مقصد میگه بعد از برنامه یک لط میخورن هاشمی صاحب. نمیفهمیم بعضی ها از به خاله و به کاکا قارشان میه، خو دیگه لازم من نمیبینم که به خانم فاطمه رو شما خاله بخوانین. این مرا سودی محمد قار محمد از خود تا مادرت از دیگه. بله از او خاطر میگم مادر بسیار جوان است. خب فاطمه خموش و خودت و همه همکارایی که اینجا نقش بازی کردن، هر کدامشان هم لبخند بر ما هدیه کردن، هم اشک هدیه کردن و خلاصه تمام جزئیاتی که در یک کار هنری می بوده را ما در این سریال تجربه کردیم و خاطرات بسیار خوب و شیرین از همه تان داریم. تشکر. زنده باشین دوستای عزیز. سمی پرسان از همه کدام مثل یک چالش است. در تمام کرکترها کی را بیشتر دوست داری؟ بدون از اینکه توصیف کنی یا مثلا هیچ کس خفه نمیشه، هر کس بله یا نقششان کارشان دوست داری، کرکترش خوش داری. این نمیتونم گفته. اما اگه گفته این ارشاد جانم گفته خودت گفتی نه؟ این بسیار سخت. نه دیگه خاموش سر. ایدت از این برنامه بسیار سخت میشه. برو خیلی باز چی میکنم؟ یک رکشی کنیم باید. حالا برای شخصیت هاشمی صاحب برای آدم ها سخت است انتخاب کردن به خاطر از اینکه برو امیر هر جریمه که میمونه من میتونم مگم نمیتونم انتخاب کنم. الهام جان چی جریمه کنیم هاشمی صاحب؟ چی؟ مانستر نه غم و نوشابه و نوشیدنی ما بخرم او با ما بخره باید. تشکر هاشمی صاحب. زنده و سلامت باشین. زنده باشین. خداوند شما را جمع خواهرای ما که در سریال هستن خود او نوگه که از وجه سیر میکنه همیشه همونطور سربلند و قدرتمند داشته باشه که در اینطور یک شرایط در حالی که ما که مرد هستیم میترسیم شما نمیترسین استاد هستین. سلام بر کلتان. تشکر. ما خاص دمی سریال به خاطر گل روی هاشمی صاحب به خاطر گل روی نوری صاحب آمدیم. مادر جان تنها ماندیم مسافر شدیم آمدیم. نه خو کتزو قدر سلام و کلام نداشتم نمیشناختم نه دیگه. هاشمی صاحب خو از سابقه سلام و کلام داشتیم از جمع دوستا بودن دیگه. اثر به خاطر گل روی خودشان آمدم دیگه. خوشبختانه بگم که آنقدر یک تیم بزرگ کلان شدیم. خدا کمت نکنه. انشالله که هر کاری که بفهمیم در اوجه برای خواهرای ما عزتشان محفوظ است و در گذشته ما شما که کار کردیم همیشه گپ ما شما همی بوده که بتونیم کمک کنیم یکی دیگر را و عزت خواهرای ما محفوظ باشه. هر کاری که ما بفهمیم که به عزت شما است و به شما کمک میکنه که به شهرت مثبت برسین خود دریغ نمیکنیم و همیشه کنار کنیم. ما در برنامه خانم فاطمه هم یادآوری کردم. گفتم وقتی که مثلا ما در سریال می آمدم بعد از اون تصمیم گرفتم که بیایم. خب از خودتان پرسان کردم که هاشمی صاحب به شخصیتم خود ضرر نمیرسانه به یاد داری؟ بله بله دقیقاً. ما اگر خدای نخواسته به شخصیت شما ضرر میرساند هرگز نمیگفتیم شما را، چرا که اگر یادت باشه اولین روزی که ما و شما آشنا شدیم یک کسی تو را آورد گفت این خواهرم است. من گفتم خواهر تو که است؟ خواهرم هم است و این ادامه داره ان شاء الله. تشکر. زنده باشین سلامت. تا آخر که استاد شده باشیم سعید که گپ نست. تو هم زنده باشی سلامت باشی که زحمت کشیدی وقتانه به ما دادین. مرا تنها نمون آمدم پالیش استاد شدم ولی گپ نزدم. صحیح شد قبول است. تو که وای کنه وای چی پویا گل نه پسر لکی کنه دیگه اونجا کدام خرابی شد کدام چیزی افتاد. خب نو پختو کې وای چې په یو ګل نه پسر لکېږي نو چې ګلان څومره ډېر وي هغه عمره خوند کوي کنه نو ټول موږ لپاره ګلان دي. دغه ارشاد خو چې دغه سریال کې چې ارشاد لاله ما سره نه زه د فکر کوم چې یوازې یم ځکه چې ما ودی په د باندې یو پلان جوړو او دوی به د خیر سره ډیپورت کوو. بالکل دا گیټ آوټ بس دا ډیپورت کیږي او زی دا ډېر منفي رول لري خو په اصل کې جان مریم جان با تو سلام باشه. خب هموطنان گلم با ما باشین جای نروین. چرا این کار کردی؟ چرا وقتی میکرد این دفعه چرا این کار کردی؟ نه وقتی دایید میبینی ایران اون رو باید حفظ کنم. من دمو خاطر گفتم
حالا کتازی بگیم خدافظتان خیلی خدافظ. نه با خویل میشه خراب میشن. کتازو خدافظی. یا تا زدان در سکر. آماده. صحیح شد صحیح شد صحیح شد. سه. خوب دوستای عزیز میبینین دیگه چی میگه قهرمان سینما خانم فاطمه که واقعا خودم هم از شخصیتش از کرکترش خوشم میاد و در این سریال به حد دوستش دارم به خاطر که مادرم میشه چی مادر خود آدم باشه چی مادر خونده باشه مثلا با یک نظر باید برش سعی کنی. سلام خوب هستی خانم فاطمه؟ سلام به خودت، خسته نباشی، زنده باشی. سلاک صحتمند باشی. و سلام به دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت و سلامت باشین و در هر گوشه و کنار دنیا که هستین خوش آرام باشین. زنده باشی. دیگه دوستای عزیز سریال شاید دیده باشین که در سریال خانم فاطمه مادر جانم میشه و یک دخترش من هستم یک دخترش لیلا. در بین تو دخترت که زیاد دوست داشتی؟ از دل بگو از قلبت بگو. واقعا که اردویتان دوست داشتنی هستین، اردویتان مهربان هستین و یکی کار اول بود با شما دیگه ای که من زیاد تشویش از این داشتم که شما دوتا با من راحت باشین، من بتونم واقعا هم مادر باشم براتان که قسمی که در سریال صبر مرسل و بهشته اما طور ایسه گرفته بودیم مادران دخترانه که واقعا در بعضی جایم که میدیدیم دونموس داخل میشدیم فکر میکردیم که سریال است، اما تا حال رام که دیگر میبینیم واقعا اونم محبت و صمیمیت ما مانده. دوست داشتم که در نمی سریالم با شما این متر نقشه داشته باشم و هر دویتان برای من عزیز هستین، هر دویتان دوست دارم. قربان زنده باشی. دیگه خانم فاطمه ایره بگو که مثلا دمی سریال لیلا کار کردی چند فیصد از نقشت راضی بودی و چقدر تو خوشایند بود؟ ایره خب میمانیم به دست بیننده که بیننده تصمیم بگیره که نقش ما چطور است، به خاطر که در هر سریال نقشا و یک دیالوگا و اینا کلش فرق میکنه از خود یک چی خود می داشته باشه دیگه. به نظر من خب همیشه کوشش میکردیم که نقش من خوب بازی کنم که دوستام از دیدنش خسته نشن و خوششان بیه و ای که همو دیگه دوستام با من به تکلیف نباشن دیگه. انشالله که خوب پیش رفتیم دیگه، ببینید که دوستا چی میگه، مهم است برای من. به نظر ما که دوستا هم از نقشتان از کرکترتان خوششان میایه به خاطر که در سریال قبلی دیگه رایزیات برده بودی گرفته بودی، نمیفهم برده بودی یا گرفته بودی گرفته بودی. انشالله در این سریال هم مطمئن هستم که همگی خوش میکنن. و ایره بگو که دماغ کرکترها در سریال لیلا است کی را بیشتر دوست داری، از کرکترش خوشت میایه، اما تو صادقانه بگو، هیچ کسی هم نیست که مثلا خفه شوه، چیزی که حقیقت است. بله من همیشه گفتیم بی‌طرفانه چیزی که در دل قلب است. تمامتان نور چشم ما هستین به خاطر که همکار هستیم در پلوی همکاری. وقتی که در یک پروژه را که ما شما کارش شروع میکنیم همکار خود یک دوستای صمیمی کل ما میشیم، قصه ها می داشته باشیم، وقتی که در کار می باشیم نقش می باشه و نمو شوتینگار کار پیش میبریم، بعد از او دیگه قصه های ما می باشه و صمیمیت ما همگی ما داریم. همگی تان دوست دارم، کرکترهای همگی تان دوست دارم. از نقش گفتی که نقش کی دوست دارم؟ نقش نه، مثلا دمی کرکترها مثلا یک کرکتر که از دوست می داشته باشه نه بله. از پیشش خوشش میایه. بله. خوش خودت کی میایه؟ من گفتم کلش برای من دوست داشتنی است نگینه که در نقش لاله است. هم نقشش دوست دارم، هم واقعا که پیش از اون که برنامه و ولاگایش نمیدیدم و ای که با یک دیدن بسیار دوستای صمیمی هم شدیم. واقعا که نگین زیاد دوست دارم. در بین همه یوتیوبرها کل یوتیوبرها را دوست دارم، هر کدامش در قلب من جای خود داره، اما نمیفهم دیگه تو قلب از دیگه یگان یک نفر هم تو خاص آدم دوست می داشته باشه به خاطر که دختر از هر لحاظ بگویم به نظر من پور است. دقیقاً نگین جان واقعا دختر با استعداد است که خودتان ولاگایشان میبینین دیگه، همه گوره دوست داره. و یک صحنه که به تو بسیار دردناک باشه، خوب از قلب گریان کرده باشی، کدام صحنه بود؟ از من صحنه که هم روز شیرینی دادن خودت بود، واقعا که هیچ خود کنترل نتونستم، و ای که هم روز شیرینی دادن لیلا دیگه هیچ خود کنترل نتونستم، بسیار برای مشکل بود دیگه. داخل احساسات شده بودم که تا یک 10 دقیقه هم هیچ به محال نمی آمدم واقعا. گرچه فاطمه جان دختر ندارن مگم امو لحظه میدیدی یک اسم مادرانه داشت که واقعا دخترش نامزاد شد دیگه میبرن از پیشش، واقعا احساساتی شده بود، گریان حقیقی بود. غزه جان امو وقتی که مثلا
روزی که اما تا شیرینی مرا دادن امور جای قرار میتونم که یعنی خود مسوم نمی مادرم از گریه داره و ای که خواهرزادایم خود به جای خواهرم قرار میتونم که من همیشه گفتیم که خواهرزادای من مثل دختر دوزار من همیشه بر من گفتن که خاله یعنی تو دختر نداری اگه نه خوردم هستن اما زینایشان بسیار زیاد نام خدا فعالیت زیاد است میگه که مادر اول دو ماتوسی به خاطر که هم مثل رفیق هستی بر ما و همی که بسیار یک خاله مهربان هستی دیگه به مو خاطر وقتی که شیرینی دادن شما رو میبینیم اونمون لحظه که دو خورزادی ما شیرینی شده اونمون لحظه شما میه واقعا دوستای عزیز همراه خانم فاطمه که باشی هیچ احساس نمیکنی که تو یک بیگانه باشی یا هیچ وقت ندیده باشی احساس به تو میده که سالها از ایرا میشناسی یا او ترا میشناسه واقعا زن مهربان است و یک جایی که دوستای عزیز هم شیرینی خوری من خلاص میشه باز یک جور پنجابی میپوشم طرف ما کسایی که گفت این امو دوران خودم یادم آمد در روز شیرینی خوری امو تک لباس پوشیدم گفت جوان خواستین مثلا اونم روز شیرینی خوری خودم یادم آمد او با هم واقعا جالب بود. بله قربان سلامت باشی بعضی سنا مثل واقعا خاطرات راستی زندگی آدم پس تازه میشه که بسیار هم حس خوب داره و هم حس یک کمک که یعنی زندگی چرخ و فلک است آدم کجا می باشه چی گپا میشه دیگه اما خوب است که زندگی کلش یک خاطره باقی میمونه چی روز بعدش چی روز خوبش. تشکر بسیار زیاد دیگه انشالله که همیشه کامیاب باشی خدا کنه وقت نگرفته باشی. سلامت باشی خودت هم موفق باشی و ای که ماشاءالله کار اول از سریال موفق هستی بسیار زیاد کوشش میکنی که نقش خوب داشته باشی و مردم از راضی باشه و انشالله که 100% با نقشه که داری در دل مردم هم چنگ میزنی. قربان زنده باش سلامت باشی دیگه دوستای عزیز ببینیم از خود هیچ یادآوری نکردیم چون بازور خودتان قضاوت کنین بگوین دیگه من هنوزم فکر میکنم که شاید مو صحنه‌ای که باشه ما صحیح پیش بردن نتونستیم. درست میفهمی قزل جان که هیچ انسان نیست که تکمیل نباشه هر کی یک کم مشکلات خود داره اما خود ما که کوشش میکنیم اونم بزرگترین افتخار است بر ما شما و ای که ثبت شروع شده میریم بخیر بله باز ان شاء الله که بعد دیگه برنامه هستیم قربان خداحافظ. خب هموطن عزیز تا آخر با ما باشین جای نروید. خب هموطن عزیز دیگه کاراکترها رو دیدیم در سریال لیلا کیکی ها همراه ما بودن در سریال همکار بودیم و اینجا هم دیگه لیلا ما جان که در سریال خوشی خوارم میشه در کنار ما هست طرف مفت خوبش خندم میکنه و از من خفام از گله دست پیشم من هیچ از خودم خبر نبودم اینه که گلی چی را داره میبینیم. سلام خوب هستی؟ خیلی من باشم بهتر است او طرف خیلی بشینیم من طرف بشینم چی حال داری؟ خوب هستی خانم لیلا ما؟ سلام خدمت شما و بیننده هایی که از طریق چینل یوتیوب غزال جان ما رو بیننده هستن تقدیم میکنم انشالله که همتون جور صحتمند باشین. واقعیت غزال جان یک گله کردم به خاطر ازی که چی بگیم دیگه حال بر بیننده ها چی بگیم دیگه دوستای عزیز ما خود در سب بودیم انسان مثلا بعضی اوقات خسته می باشه چون هیچ متوجه نبودم مگم گلیش به سر چشم گلت ما قبول دارم خدا کنه خفه نشده باشین دیگه حالی بک به خاطر چی از پیشم خفه شده بودین؟ غزال جان اتر بود که امروز که ما شیرینی گرفتن به خاطر شیرینی به خاطر شیرینی گرفتن خودت آمده بودیم که شیرینی تا میدادن امروز اکثر دوستا عکس گرفتن و عکس گفتن دست جمعی باید هر کی در موبایل خود میخواست که بگیره. خب ما استاد شدم همونجا عکس گرفتم زمانی که نوبت ما رسید موبایل دادم غزال جان هم تر کش داد طرف بالا اما تر دیگه مرمی واره واقعیت یک کمک آزرده از شدم به خاطر که همیشه میگه آدم میگم تو امروز دست مرا بگی که من فردا دست تره بگیرم اتر نمیشه که من یک نفر همیش دست یک کس مثال بگیره یا امرایش محبت کنه اما نفر دیگه نکنه این دنیا است گپ نیست ممنونتان محبت میکنم با جای مادرم هستین دوستتان دارم. خب واقعا دوستای عزیز خدا شاهد است که من اصلا متوجه نشدم به خاطر که تمام دوستا عکس بگی ویدیو بگی یک کم خسته هم بودم دیگه من اصلا متوجه نشدم که خودتان عکس میگرفتین اگه 1000 کرده چرا تکس ها کت بگیرم فوق العاده تو یک عکس میگی من 100 دانه عکس که تو میگیرم. غزال جان به خاطر از این گلر کم که کسی که لباس آرسی و شال آرسی در سر از باشه و آرز باشه او عکس جداست و این که ما خودت هر ثانیه عکس بگیریم او عکس جداست او عکس با او عکس خیلی تفاوت داره. حالی
او خو خیلی یک سریال بود. انشالله اگه کدام وقت خواست خدا بود دلم شد عروسی کنم در عروسی واقعی خودم میخوایم در عروسی اصلی خود که اما تو واقعیت آروز باشم، لباس سفید در جانم باشه، اما تو چادر شال سبز در سرم باشه، او وقت باز دیگه کیف میکنه. خیلی غزال جان همیشه آدم دوستا از دوست خود آدم گله میکنه. واقعیت تشکر، قربان شم، قربان خودت، قربان چشمت. اما گلیم اومد گفتم چرا که با امرای ما عکس نگرفت چی قسم، گرچه ما و امو روز بار حوال بود که ما به هم آشنا شده بودیم. واقعیت ما هم کار کرده بودم، ما خسته شده بودم، حتی نبود که یعنی خودت خسته شده باشی اما ما خسته نشده باشم. و در بالا هم امی قسم به خاطر ازی که دیگران ما از چند نفر امی کرکترهای سریال لیلا خواهش کردم که بیا با هم یک بلاگ بگیریم اما کس حاضر نشد. باز خیر پسان اینی میست که امی دوستی و محبت دور میکنه. اگر آدم هر قدر نزدیک باشه اما که میره محبت آدم زیادتر شده میره، آدم نزدیکتر شده میره دیگه. خانم لیلا ما گپ هم میزنی پشتو زبان پشتو را بلد هستی؟ کم جلزو میکشم اما زیادتر میفهمم. اما کم همیشه میگه چی سنگ میگنی اقشانت دیگرنم. مثلا به هر نظری که به ما سعی میکنی طرفم به مو نظر ما طرفت سعی میکنم. اگر کسی به تو احترام کرد احترام کو، اگر کس هم رای تو عکس گرفت عکس بگی، اگر کس ویدیو گرفت ویدیو هم رایش بگی. مگم خدا شاید سمورز ما اصلا متوجه نشدم نگنی به هیچ انسان کبر غرور نمیزیبه جز از خداوند. امیالی دمی سریال با هم کار هستیم. بعضی کسا که گفت پسان خو که دل یک نفر نیست قسمی از پیشان بگذر که تو اصلا رو نمیشناسی. هیچ کس از کسی کمی نداره، هیچ کس از کس بهتر نیست، هر کس با خود یک شخصیت داره. سکو غزال جان وقتی که یک کسی که در جامعه باشه در دفتر دیوان کار کنه او زیادتر یعنی خویا و خصلتا و گپسخانا رو میفهمنی. چون ما در دفتر کار کردیم ما اکثر مردم هم میشناسم و میفهمم که مثلا یک کسی که نخواست تیر خودم یعنی به حساب آمیانه بگویم به او خاطر فرق نمیکنه. حتما یک کس نه یک کس اگه یک کس از آدم دوری کرد اما نمیشه که آدم کلای گیره به حساب خدای نخواسته دور از خودت آدم همه گیره دشمن فکر کنه. اما همگی دوست آدم هم نیست و همگی دشمن آدم هم نیست. به خاطر ازی غزال جان خودت خب من برایت واقعیت در برنامه اشتراک نکرده بودم. آشنا شوی که ما بلد شوی. من دختر شیرین هستم. هستی؟ بله دقیقا. اما غزال جان چون آل گپ اومد اما ما در چندین برنامه فاطمه جان خاموش بودیم با او خاطر ما از او تقاضا کردم که چون ما در برنامه بودیم ما امرایت مصاحبه دادیم گپ زدیم یعنی ما هم در سریالا خسته بودیم اما ما نگفتیم که خسته هستم یا گپ نمیزنم با او خاطر و این گلرم کردم به این خاطر از خودت نه مادر مستی با جای کلان و ماستی هر قدر یک دو سلیام بزنی ما در خدمت. خواهش میکنم دو نزن دیگه. خواهش میکنم. خب درباره سریال یکمک صحبت کنیم. در سریال لیلا از کدام کرکتر زیاد خوشت میآید دوستش داری؟ والله هیچ کس اینجا نیست فکر کو که من بی‌طرف هستم. دنیا میبینه. نه والا بر من همش یک چیز است چون بخصوص کسایی که در چند سریال ما یک جای بودیم امرای از او خوی عادت خصلتایشان میفهمم و کسی که در سریال لیلا آمده و واقعیت خودت خوی خصلت مرا نمیفهمم من هم خوی خصلت خودت نمیفهمم اما از همشان راضی هستم همشان دوست دارم. یکی را باید انتخاب کنی چون یک چالش است. یک نفر است بسیار مشکل است. انتخاب کردن دوستا کلی که یکی دو تا انتخاب کردن خودم یکی انتخاب کنم. هیچ امکان نداره که آدم بگه. بسیار سوال مشکل. یک سوال دیگه کن. کلی جواب داده باید دیگه یکی را انتخاب کنین. هیچ کس خفه نمیشه کس یک نفر مورد علاقهش میباشه. من دقیقا کلش دوست دارم. هیچ طور کسی نیست که بعدم بیایه یا از او من نفرت خدای ناخواسته داشته باشم اما همگیشان دوست دارم نمیتونم گفته. دیگه گپی نیست. از کدام صحنه لیلا زیاد خوشت آمد؟ به تو جالب بود؟
واقعیت امی صنایعی که شیرنی دادن و شیرنی گرفتن و عروسی و تراک می باشه، واقعیت چون یکی از رسم و رواجهای هنانات خود ماست، واقعیت تو بر من زیاد خوشایند است. اسم میکنم که ما در یک عروسی افغان خود اشتراک کردیم و اونجا هستم. دیگه دقیقا همونطور است بخی همونت در فامیل ما و شما همونت مثلا شیرینی خوری باشه یا دستمال یا روسی این همونت بیره باره کار طرف هر کس مصروف و کار خود همونت یک چیزی احساس میکردیم. و یک چیز دیگه که ما باید پرسان کنم، ماشاءالله بسیار با سلیقه هستین، فیشنی همونت از اول همونت بودین یعنی عالی علاقمند فیشن و استایل شدین؟ والله اگر بگیم شاید دیگه خودسازی نشه. اکثر دوستایی که مثلا در وزارتخانه جایی که کار کردیم همه دوستا مرا میشناسن. واقعیت فیشن زیاد خوشم میایه و لباس خوب پوشم و فیشن کنم. دیگه دستوریالا واقعیت امو قسم به خاطر امی فیشن یای مرا پسندیدن قبولم کردن. دیگه که دیگه هم پیش بری. مطمئن هستم که تمام خانم‌های افغانستان هم قوی مبارز می باشن. تشکر بسیار زیاد. کدام پیامی داری به هموطنم؟ تشکر، زنده باشی. کدام پیام خاص خانه دارم دوستا و یگانه خواست ما شماست که جوانان امروز آینده ساز فردای کشور ماست. امی جواناست که سبا کشور ما را جور میکنه و امید ماست و شما یگانه خواهش ما ایست که امی جوانا را سابسکرایب کنین، لایک کنین، کومنت های بسیار خوب بتین که تشویق زیادتر شون و زیادتر پیشرفت کنن. تشکر، شما زنده باشید. اولش نیست، ممنونت. خب امروز دیگه یک دخترک زیبا مقبول روبرویم ششته سمیه جان، ماشاءالله یک لباس استایل مقبول هم زده. ناخونه طرف ناخونهش دیدم دیگه چطور همون تمخانی با لباسش باش ببینم که در چی مصروف است. بیایم. خب سلام علیکم. علیکم السلام گلم. سلام تقدیم میکنم به بیننده های گلم و خوشحال هستم که یک بار دیگه از نزدیک میبینم. کی را میبینین؟ غزل جان دیگه. در مقبول غزل جان اگرچه که دو برنامه هم داشتیم و در چینل خود ما و در چینل خودشان البته برنامه را اپلود نکردیم مقصد. برنامه خودشان البته که در خانه ما که گرفته بودن او را اپلود نکردن. البته او برنامه را اپلود کردن که گفته بودن که درخواست شده از شان در سینما. خب گلم چطور هستی؟ مازم مصاحبه کنم. شکر فضل خدا خوب هستم. خودت چیال داری؟ خوبی؟ شکر الحمدلله خوب هستم. آره از دور اشاره دارم میگه که ام ناخنایش که دیدم چنگ میزنم. ناخن دراز به خاطر چی؟ میفهمیم. من فکر کنم امی شوت مکه زیاد طولانی است و گفتن که زیاد اما تو یک لباس جلپلی بپوش. خب من زیاد گرنگی و چیزا را اصلش ندارم دیگه. از دم جوانی دیگه پیر شدیم. از یک طرف دیگه به خاطر از اینکه من ناخون دراز زیاد عادتم ندارم آلی را پوشیدیم بایکه که چی میکنم مجبور اینتری بکشم باز با سختی کش میکنم دیگه. آخر سرم قیامت برپا میشه. بسیار سخت است یعنی. خب انشالله که همون استایلی بمانی، جوان پیر نشدی، هنوز خورد طفلک هستی. خب بیره بگو که در سریال لیلا از کدام کاراکتر خوشت میاد زیاد؟ من خود زیاد از کاراکترهایشون آشنایی ندارم یعنی که در پشت صحنه زیاد نبودیم دوستا. اما آلی نگویی که کلگی گفته تو هم باید قبول کنی. راستش بگویم نمیگم. نه باید بگویی به خاطر که از لیلا ما پرسان نکم چون از پیشم خفه بود از او خاطر زیاد کتش جر بس نکدم. سر تو خب با زورم گفتم میتونم مالیه که را باید انتخاب کنی. ببینم تا آخر زورت چقدر میرسه. بگو جان. دیگه خودت بگو سمیه جان در بین کاراکترها کی را زیاد دوست داری؟ خونه دیگه تو میگی که باید انتخاب کنی و میگی که زورم سرت میچله. ببینم تا کجا را زورت میچله. خانه زیاد زور نمیگم که به خاطر که اونجا سب شروع میشه نشه که میام بانه باید زوز بگی که بالا سب دارم. بگاله. خب راستش سریال خو کل بیننده ها دیدگی هستن و میفهمن و آشنایی دارن دوستا. از یک طرف دیدگاه بیننده ها خوب است. یعنی تو هم بیننده هستی چون که اشتراک کردیم دیگه بیننده گفته نمیشم. بیننده هستی یکی را باید انتخاب کنی دیگه. اونقدر سخت نیست یک نفر انتخاب کن. نه نمیکن.
خودم اگر که حتی در یک سکانس بسیار کوتاه آماده باشم، اگر که دیگه کسی را جز خودم انتخاب کنم باز خفه میشن که چرا این را انتخاب نکردی او را انتخاب نکردی. گرچه که کدام اکتیویتی خاص هم نداشتیم دوستا، خودم انتخاب میکنم که دیگه کسی خفه نشد. تشکر. سلامت. سلامت باشی. خداحافظی میکنم که بینندهایتان. امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا که هستین خوب جور صحتمند باشین و تا دیدار بعدی با غزل جان شما رو به خداوند یک تا و یگانه میسپارم.